سلام، سیتا قاسمی در صفحه فیسبوک نوشته کرده که آهنگی را که نیلا ابراهیمی برنده جایزه صلح کودکان 2024 در سطح جهانی شده و این را من خوانده بودم حدودا 4 سال و بعد از او گرفتن نوشته را اصلاح کرده که این نوشته دومش است. اول که این آهنگ از سیتا قاسمی نبوده. این آهنگ شما میتونید در اینترنت سرچ کنین. ایشان ادعا کرده بود که 4 سال قبل و این آهنگ حدودا 6 سال پیش در یوتیوب زیده شده. یک بخش قضیه. بخش دومش، نیلا ابراهیمی به خاطر یک دانه آهنگ برنده جایزه صلح کودکان نشده. از او آهنگ خیلی زیاد مردم خوانده. اردو خوانده شده، انگلیسی خوانده شده، رقم آهنگ در کل دنیا خوانده شده. او به خاطر استعدادی که داره، به خاطر فعالیتی که کرده، برنده جایزه صلح کودکان 2024 شده. و ما ایرم مفهمم که تو خواستی یک قسمی از تو به خاطر که تو یک باری آهنگ خوانده از تو تقدیر شونه. نه دیگه، نباید هر چیز مو به عنوان یک آوازخوان مثبت هستیم، مو تا جای را احترام تو داریم، مردم هزارت تو رو تا جای را دوست داره، اما نباید در هر چیزی که در از اون ربط پیدا نکنی خود را ربط بدی.